همون زن دوست می داشته است، همین جوانیش دوستش می داشته است. ایده زن که گذشت نزدش اومد گفت یا امی سلیم است، نامش رومیسا است، من را نمیگیری؟ من خواستگاری اومدم. اوخه گفت دخترای کتا بسیار هستند، تو جوانی حالی خونه نداری، توری زن نگرفته، من علاقه فرزند دارم. پسرش انس ابن مالک علاقه 7 ساله بود. گفت با خدا قسم همین خیلی محبت به تو دارم که جای امورا هیچی نمیگیرم. هر مهری که بفرمایید قبول میکنم، مقصد کارم قبول. رومیسا گفت من از تو مال دنیا طلب نمیکنم، مهر من یک چیز است، کلمه شهادتی تو. این همه بگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. من مهر پاک و فعیل بخشیدم. مهری من همین. زن صالحه را ببینه. با شرافت همین زن حضرت ابو طلحه ایمان آورد. چی ایمان و اسلام از زمره صحابه های بزرگ پیامبر صلی الله علیه و سلم محسوب میشود. حضرت دوستش می‌داشت. از همین زن خدای تعالی براش یک پسرک داد. ابو عمیرش میگفتن، دادر انس ابن مالک. فقط همین پدراشو جدا. ابو عمیر ابن ابو طلحه هستی. میگه کودکی کسلی بوده است. همین رنگی دخترچه حاجی محمد جان ما کسلی بوده است. همین چقدر کسل باشه محبت پدر و مادر بولوش زیادتر کرد. یادم است در همین قزاقون ما همون یک پشک بود در همون کهدون زایده است. همین پشکچه زیاد زایده 6-7 داشت. یکش همین مایده خیلی که نیم جونک بود. همین اهمیت بدودم با خدا قسم ای همه زیادترک همون را میلیسید. هر چیزی می اوور اول در دهنی همون میمون پشک حتی. همین انسان هم قایده شبیه بینا که کودک رنجوره محبتش بوده همون زیادترک می شود. با درجه همون کودک دوست می داشته است که تمام صحابه او را دوست می داشته. حضرت میگه دوی وقتی ای پیشش میگذشت به حضرت میگو که یا ابو عمیر ما فعلا غیر یک ماینچه داشته است، بگیم ماینه بگیم چی علکش بگیم همون روم کردگی قطیش میگشته است، همون قطی بازی میکرده. به حضرت شوخیش میکرد که ای ابو عمیر چی میگه این ماینه؟ چکار کرده است این ماینه؟ یک روز در سفر به حضرت ابو طلحه که خداوند امانت قبض کرد گرفت. همون ابو عمیر دنیا رفت. مادر صالحه، مادر عقیله، مادری که تعلیم اسلام از پیغمبر گرفته است، بچه‌اش گرفت شوش کفن کرد در یک خونه در آورده مون. بعد شام ابو طلحه خونه در اومد بسیار افگار و مونده شدگی. همه مقصد ای سفر که بیای همه پری چند غبار آب گرفت آورده است روش شست در پیشش خوراک آورد مون طعام استعمال کرد خچ خشبو کرد آمد هم خوبه شدن غسل کردن نماز شکر ادا کردن. بعد گفت که شوهر گفت همون فرزند امانت الله بود، الله عزوجلال امانت قبض کرد. حتی در یک روایت اومده است که از دور گرفت گفت که یا ابو طلحه گفت همین در خونه همسایه‌ام یک کس امانت مونده بوده است، همین روز به سر امانت اومده یا جنجال و دعوا را گرفتن که نمیتیمد. حضرت ابو طلحه گفت عجب ابله مردمی بوده، او امانت باید به صاحبش برگردونه. خیانت در امانت نشانه منافقی است. گفت من همون فرزند ما هم شوهر جان امانت الله بود، خدای بزرگ همون امانت چه قبض کرده بود. میگه ابو طلحه گریانش به حد دوستش داشت. پسری سردستینش بود گفت انا لله و انا الیه راجعون. سحر بعد بامداد وقتی که قصه را در رضی حضرت صلی الله علیه و سلم نکند پیغمبر خدا گریه کرد در حقش دعا کرد. گفت اللهم بارک لهما فی لیلتهما، خدایا همین شب شونه مبارک بگردون که بنده‌های تو اینقدر صبر جمیل دارن و اینقدر پاس خاطر همدیگر را به جا آوردند و در فرمان پروردگار اینقدر تسلیم حق هستند. خدایا همین شب شونه شب مبارک گردون. همه هم خوبنگی کردن در قد رومیسا ام سلیم کودک شد. همین 9 ماه پس یک گل پسرک تولد کرد. از نکاح ابو طلحه با ام سلیم 7 پسر تولد شده است. همه قاریای قرآن، حافظای قرآن، بچه‌های صاحب جمالک خسرو. میگه انس ابن مالک میگه وقتی اینا دستای همدیگر را میگرفتند
бачакҳои майдаак ҳамин фосилаи байн 60 сол охи мега масҷиди набавӣ мерафтанд тамоми мардум ҳаваси ҳамиёра мехӯрд ки худо бутатана худои фарзанда парвардигор мета фарзанд амонати аллоҳай вақте ки банда сабр кард ла ин шакартум ла азиданнакум агар шукронаи неъмати худоро кардӣ ва дар меҳнати аллоҳ сабр кардӣ худованд аз ин бештару зиёдтар барот мета худованд барои ҳоҷи муҳаммадҷони мо сабри ҷамил иншоаллоҳ ба худо қасам одама дар руш таъриф намекунам ҳамин сабру таҳаммуле ки дар ҳамин ҳоҷи муҳаммадҷон дидам ман ҳатто дар баъзи муллоҳо дида наметавонам ҳар кас ин ғайрата надорад кори ҳар биз нест хидмат гуфта ки воқеан иш сабра бубинад мақсад ки бо моро тасаллӣ медад моро тасаллӣ додеста ира бубинад خدای بزرگ از جمعی بلوغ گزند و حفظ فرزندکای باقی مانده تمام سالم و تندرست و عالم و قاری و محیب به کمال برسانند پروردگار با در قبال این طفلک که امانت بده گرفت برای با فرزندای دیگر عنایت فرماید خداوند در خاندانت فیض برکات چه نازل بسازد پروردگار برادرایی را که در این محفل خیر شرکت دارند همت بلند چوبته که درک کنند که آخه این فرزندا و اهل خاندان امانت الله هستند و همه امانت را باید با خیانت نکنیم امانت را کامل کنیم درست کنیم خدا شناس کنیم پیغمبر شناس کنیم تا اینکه فرد روز قیامت همه امانت ها سبب نجات ما بشوند سبب درد بلاهای ما نگردند خدایا این طفلک رحمت مغفرت در خواب راحت ناز تا روز قیامت حفظش کن پروردگار فرد روز قیامت انشالله یقین از خبر پیامبر صادق مصدوق است آمده است که او طفل در نزد دروازه جنت بیسته هر قدر تاکیدش میکنن که بدرو گریه را میبرداره که تو والدین مده یوره نمیدونه از همین لحاظ است که در جنازه طفلک ما مثل آدمای کلان دعا نمیکنیم اللهم اغفر لحینا نمیگیم میگیم اللهم اجعله لنا فرة اگر دختر باشه با صیغه تأنیث اللهم اجعله لنا فرة واجعله لنا اجرا و ذخرا واجعله لنا شافعة و مشفعة خدایا این را برای ما فرد بگردون فرد یعنی همون گروه و اتریاده که پیشکی برای لشکر جا تیار میکنند جای خواب جای آب جای مقصد مرغزار تیار میکنند خدایا این را اجر آخرت من گردون ذخیره قیامت من بگردون و برای ما شافع و مشفع بگردون که شفاعت طفلی که معصوم است ولی به بلوغت نرسیده است در حق والدینش مقبول است ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك